متوجه نشدم چه فرمودید؟ من یه مطلبی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید. اگه مرتبط موضوعات ما باشه بفرمایید. من شما رو تو این برنامه‌ای که 2-3 روز هست من بینندش هستم، شما رو یک آدم صبور و دارای حلم دیدم که اجازه میدید هم در ایمیل ها که چک میکنید هم دوستایی که تماس میگیرن اجازه میدید حرفاشون رو بزنن و این واقعا قابل تقدیر و تشکر هست. یعنی همین که حوصله میکنید طرف مقابل حرفشو بزنه خیلی خوبه. من این می‌خواستم عرض کنم چشم هر دوتاشو بذاریم کنار. این مقدمه سازی برای نه من میخوام عرض کنم شما واقعا آدم صبوری هستید. نه شیعه و نه سنی. من یه سوال دارم اگر جواب بدید. اگه بدونم آره. قطعا میدونید. نه من اینه. بله. از صحابه پیغمبر جناب آقای ابوبکر خلیفه اول وقتی که خواستن از دنیا برن خلیفه دوم رو به عنوان جانشین برای خودشون انتخاب کردن. این درست؟ خب ولی اونطوری که از منابع علمای عامه استفاده میشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و بله بله متوجهم. از دنیا رفتن و هیچ کسی رو به عنوان خلیفه برای خودشون انتخاب نکردن. از اینجا به دست میاد که ابوبکر بیشتر از پیغمبر میفهمیده و این وحی باید به ابوبکر میومده نه پیغمبر ما. از دو حال خارج یا پیغمبر باشه من به شما وقت میدم ولی چرا پیراهن تشیع اصلا کندید؟ اینکه غالی ترین شیعیان این حرفو میزنن چرا میگی نه شیعه نه سنی؟ الو آقا خودت قطع کردی من قطع نکردم. دیدید؟ بعد آقای محترم در چنین حالتی از این مقدمه چینی شما من فهمیدم که چیکار میخوای بکنید. بس سوال شما رو هم جواب میدم و دوست داشتم بیشتر با هم حرف بزنیم. اما لزومی نداشت که شما اینجا پیراهن شیعی خودتو جدا کنید نه شیعه نه سنی. شما از یک موضع بسیار غالی شیعی دفاع میکنید و اشکالی هم نداره با هم حرف میزنید. پیغمبر جانشین تعیین نکردن بدین خاطر که اگر جانشین تعیین میکردن عملش میشد شرع تا قیامت باید هر مسلمانی جانشین تعیین میکرد هر حاکمی با جانشین تعیین میکرد. این بدون شک میشد استبداد و دیکتاتوری مطلق. عمل پیغمبر شرعه عمل دیگران نه. این یک مطلب. عمل دوم اینکه پیغمبر خدا مکلف نبود که ابوبکر رو به عنوان جانشین تعیین کنه ولی نظر شخصیش این بود که ابوبکر از دیگران شایسته تره. نظر شخصی پیغمبر چیزی است و وحی خداوند چیز دیگر. وقتی که ابوبکر را بهترین دید او را پیشنماز کرد. مردم گفتند او پیامبر خدا صلی الله علیه و آله او را برای دین ما که نماز باشه برگزیده ما بر دنیایمون بر نگزینی. این دو. یا سه چهارمی که ابوبکر وقتی که عمر را جانشین کرد ازش سوال کردند که جواب خدا را چی میدهید؟ گفت که جواب خدا را این میدهم که من بهترین فردی را که سراغ داشتم انتخاب کردم کاندید کردم. ولی شما چون تفکر اسلامی در ذهنتون واضح نیست نگرش سیاسی اهل سنت در نظرتون واضح نیست از بس که تو تشیع غوطه‌ور شدید اینطوری نگاه میکنید. ابوبکر تعیین کرده اگر مردم باش بیعت نمی کردند عمر خلیفه نمیشد. برای که خلافت در نزد مسلمانان و غیر رافضی غیر قالی زمینی است نه آسمانی. یعنی چی؟ یعنی این مردمند که حاکمشون رو تعیین میکنن باش قرارداد میبندن و اگر از قرارداد خودش سرپیچی کرد میارنش پایین. این موضوع در ذهن امام پرستان که مستبدترین دیکتاتوری جهانو اومدن شکل دینی بهش دادن متاسفانه خطور نمیکنه در ذهنشون. آقا حاکم اجیر نزد مسلمانان
مثل بقیه جهان که الان بهش رسیدن. حاکم نماینده جامعه شه، با این تفاوت با بقیه جهانیان که اون جامعه بر اساس شرع اداره میشه، قانون اساسی شرعه، ولی از طرف نماینده از طرف خدا انتخاب نمیشه، حاکم مردم از طرف خدا انتخاب نمیشه. این مردم هستند که حاکم خودشون انتخاب میکنن، باش بیعت میکنن. ولذا اگر مردم با ابوبکر بیعت نمیکردن اون هم خلیفه نمیشد. و متاسفم که شما این چیزای خیلی واضح رو درک نمیکنید. و این که میگویید وحی بر ابوبکر نازل میشد، ابوبکر یک اجتهاد کرد و ابوبکر عمر رو تعیین کرد و این اجتهاد شخصی رو پیغمبر بهتر از اون کرد و ابوبکر رو گذاشت پیش نماز. اگر مردم با ابوبکر بیعت نمی کردند ابوبکر بیعت نمیشد، ببخشید خلیفه نمیشد. دقت میکنید؟ مشکل شما اینه که این چیزا رو نمیفهمید.